مصطفی بله گپا. یا امرو بریم به بازی یا بریم انگور اینا بالا کنه. صحیح گپ نه. بچه ها به بازی میریم یا به انگور بالا میکنه. هر چی شما خوش باشه. گیپ برای پارزا و کلمه خوب اندونا کداره خودت بود جانه. اولی نمیشه جمع گو باشه دم چوش لغلقه خاطر مردم همه خور میشه. سلام. مندانا باشه. سلام. خزان استاده شی. چیکار میکنی شما اینجا؟ چی گپ گیپا که اینجا شیشتین شما؟ هیچ ارباب صاحب میته بشیشتین سایه یخی گوش کشن که برای شما چی میگم. هر بی منطقه به دو شما افتاده. خب؟ بله. خب سر گوش خوروا کنی. کسی که به زی منطقه کفتر بازی کنه. کسی که بره به درد کنه بشینه به زن بچه مردم مزاحمت کنه که نتونه ماده کن سودا بستونه. خب به خصوص شما که بیامدیم به زی منطقه شیشتیم. شما از خود درس و مکتب هیچی نداریم. ها؟ خودی کینو؟ ارباب صاحب خیر بینیم گپا میگیم ما کمی بچه امی محله. حالا من کی به شما گفتم شما از میر من نیم. 10 روز میشه که من ارباب این منطقیم. با تو نمیگم به همه شما میگم. بفهمیدیم که دیگه به زی منطقه پشه مگر پر نزن از زیر دستمه. بریم خیر حرکت کنیم. چشم ارباب صاحب. رو برو بچه. بلو که بی غیرت جمع شدیم به داخل محل سرکوچه شیشتی و مزاحمت به مردم بکنیم. بدیدم یک عروسی با شرنگه به هر خانه صدای دنگ و پنگه میان مردم ها چی رسم هاشا بیدرم پیر مردک بگفت که فنگه بعد گردن بابن سوزباله خیمیت بیایی بم تحت سلامو بشینیم بم روی دیوال سلامو به طور ملک کنم بیایی بشینیم بگم بیه السلام علیکم منده نباشیم الباب صاحب. کفتر شش بری شونه تو نه؟ بله کفتر شش بری شونه تو. نیه شوخی کردم بستک. بله بستک شوخی کردم. کفتر کجا بود؟ اشته هستی؟ شکر فضل خدا زنده باشیم الباب صاحب. گلاک دو سه روز برات تو میگردم امروز شانسان به جلوی میخوردی. به چیزی میگم با گوش خو فرو بر. بله مادر نورالله عدس تو خیلی اذیته. مادر نورالله ها چاره؟ به خاطر از اینکه تو هر دم بالا میشه پشت بوم کار کفترا خو شال میکنی سنگ میزنی سنگا میفته به تاثرا نورالله میفته که خوب سر گوش خوروا کن بالا میشه پشت بوم کفترا اشکول میکنی همین زن بچه مردم هم به تاثرای هم فکر بد به سر اینا میخوره. تو چری تو کارو میکنی گیلا؟ گردنم بند با شما ارباب. یک روز من میتونم برفتم سنگ ما شما میگین سنگ میزنی. یک روز برفتم سنگ بعد امیت کلتک کردم که بخوره بجون کفتر بفشیشتی برید دیوال سلال نورالله اینا همه سنگ بفتاد به بالا زواله مادر نورالله امروز نفری هم کمر خیر نبینیم و چون کار فلان نونام خراب کردی. یک زوالی پشت ما خراب شد خود مادر ما بیام جنگ و دعوا کرد. انا نانم آخر گفت مادر نورالله چرا تو قیقدات میکشیم به تاثیر یک زغال چند دقیقه متن خیلی باشه 20 روپیه ما ایمون به کل 50 روپیه ما تاون میدم بعد شما همسایه مونیم نمیگم بچه شما بیا آمده اینجا بعد ما اشپیل میکنم شما به جا مادر و پیر منه ما مادر نورالله من به شما عده شما اشپیل میکنم ما کفتر سوزباله بید گفتیم اشپیل کردم بیایه گیلاک من تو خیلی دوست دارم بفهمیدی؟ من به این منطقه ارباب شدم برو حرفم کسی نباید حرف دیوم بیاره. یک اختار تور میدم ولی به اختار دیوم کلی تور به تامی لوشا گت میکنم. اختار اول ممینه گوش کش اختار من همینه که سبانه پس سبا جمعه کفترا خورور میداری میبری گم میکنی. تو بیخی دیگه مردم از دست تو اذیت شدم. دیروز نمازگر جلوی مر بگرفتم گفتم ارباب صاحب از دست گیلک ما به اینجا آمدیم. سبانه پس سبا کفترا خور میبری گم میکنی. لکه مرتککا قلم دروغ میگن. همینا همه دروغ میگم تو آدم راست میگی. بله چون کفتر بازی میکنی راست میگی. ارباب صاحب ما عروضی که
من دست لنگش پراست خود بشناختم تا حالا من کفتر دادم شما به حال اینجا 10 روز میشه نانه ما بگفتم با خدا پریشه نانه ما بگفتم اختلاط کردم چی گفتم نان تو؟ گفتم فکر نکنم ارباب صاحب اینجا بوتن امر بکنم چون بهم سر هر کس میام فشار میانم مچون به سر کوچان نشینه مچون چوکار نشه مچون تو چر کاج رو میده مچون تو مچون چیه چاش بخونه خود سلاته خوردی ایتنی ارباب صاحب تو گنده فکر کردی مادر تو برعکس صحبت کرده بفهمیدی من به احمد و محمود کار ندارم خلاصه تو اختار دادم سبا نه پس سبا کفتراتو به پشت بوم اگه بپرید یا به پشت بوم بالا شدی گیلت تو از اون بالا تا هم بنازم به تاثیر خودیم کفتراتو پشت بوم سلاما ها از دو طبق از اون دو طبق تو بنازم به تاثیر خلاص شد سبا نه پس سبا چیکار میکنی کفترا خور گم میکنی گم نمیکنم میبرم میرفیشم اونا ببر به کل بفروش گم نمیکنم گم کردن به معنای فروختن یعنی طرف که ببره بفروشه یعنی گم کرده کفتره میرفیشم شما نمیخریم ارباب صاحب نه ما کفتر باز نیو یکم دیگه اینجا نسته که برو حرکت کو برو سراغ برو تنی ورسای کو مثل تانگ زنجیری شده فقط میگی ارباب صاحبم فقط میگی شو مادر ما شده کمی تکسره و من میگم چون چه کار نکنم من کفتر با خدا نیامر سر صوت کنینی لنگم من کفتر نمیتفیشه کفترها خور بابر گم کو کفترهای که ازاد و ولد مطال اینجا هسته اونا میتامخته شده که از اینجا مرتقه ببرده به بیشه و عبدی پس بیامد بگم بستکر شما به خونه خود خیو نداریم شما مریض نداریم بچی خود نداریم مزدمیمون نداریم خونه و زندگی به می رقمه چرا رمضان داریم خیریت هسته خیریت تیره کاکا چند تا سگ می به سراخو بیاری مردم یک سگ به سراخو نمیاره که همسایه دستی به عذاب بشه تو هر روز یک مدل سگ میری 100 تا 4 تا سگ داری همه سر و همین 4 تا سگه 4 تا سگ کمه کاکا تو خود تو نون خوردن خود نداری میشه خونه تو اگشنگی مال لورس میره تو 4 تا سگ بیاردی یا خود هم جنگ میکنم یا یک سر کوکای میکنم اونایی چی نمایه که بخورم حالا من کی آمادم با شما گفتم یک نونه بده که من نازم پیش سگ خود گپ مفنازه کاکا که میته به تا گوشتو میزنم زبون دراز هم با دری به من حالا چی گپ هسته ازودم تو نمیفهمی چی گپ من ازودم به تو پیاز رزه میکنم کاکا کاکا جو کلکینا خونه ما به تاثرا شمانه صدا سگا شما مار بیخی گوشا ما رلده به فیش انداخته شب هر روز بدتر روز از شای بدتره جمع کو برو کاکا ما به ارباب صاحب بگفتم فکر شما داره وقت شکایت کردم از دست شما رمضان جان برو گپ نیه چشم یک کار میکنم خب برو صحیحه دیگه از اول می گپ میگفتی که اونا رو گم میکنم ما رو هم زر پیچته نمیدادی صحیح چشم برو جو ما و تو همسایه همی گپ از اول میگفتی به من که من اعصاب من خراب نمیشد یک زب پیچته نمیدادی اگه تو بری ضرورت به خونه خوب کار داری یک سگ به خونه نگاه دار اون ستا دیگر گم کو که برات کار خو یکی باشه کوکای نمیکنه مخته میشی 4 تا خودی هم جور نمیاد گپ نیه خیر بینی برو جو برو تیار بشی به خیر بشی وا کی شر میکنه آخ میشا کی بر میکنه خیتی سرخی خیتی بگو من نوکرتونیم که دنبال تو حرکت کنم چرا من مثل که نوکرتون گپ بی گپ برو که یک نفر بده پنجه خور گپ مرگوش کرد پنجه خور بده من زلو پنجه ندارم که به دست تو پنجه خور بده نمایه گوش کرد خستمه یا پلاس با مادر تو برفته پیش ارباب صاحب اینجا شکایت کرده که چون گیلک برفته با بال بوم کفترا بالا شده چون سنگار بنداخته بال زولا خمیر انداخته خمیرا ما خراب کرده چون کفترا رو عواب میکنه اشپیل میکنه گیلک همی تو چانس داری که من روز به سرا نیم خب به سر کارم اگه تو یک دفعه هموت ببینم که با پشت بوم تو بالا میشی اشپیل داری سنگ مینزی یا سنگ بچون کفترا میسونی تو را از سر بوم کلاپا میکنم که هیچ وقت دیگه هیچ دکتری به درد تو نفهمه ارباب تو مراد کرده که کفترا خور گفته جمع کن پس اگه تو غیرت داری نیلی لاکو بگیریم این مشتمر واکو با خدا با تو 5000 داری میدم بگیر مشتمر واکو تو 5000 میدی ما واکو تو هزاری پدری صدری پدری تو چره تو عمال گوشنگی سر پلوگ میری فس عمال گوش عمال کفترا ما گردن ما بند باشه فرشات خونه تو میخره فرشات خونه می بله آها سوزبال چند تا سوزبال چپ زیاد دم بسوز
اگه فرشا تا خونه میخل مادر تو تابستون به سرا مردم میره کار میکنه به خاطر یک لقمه نون این کار برو بکو مادر چهار تا کفتر نخر با تا سر خوب بار نکو مادر ما میره رخشی میکنه پول علار پیدا میکنه نون پخته میکنه پول علار پیدا میکنه مثل تو تو گدانیه چرا کار نمیکنی و میتونی خوب کجا کار میکنم کار نمیکنم من چیزا جمع میکنم میبرم به جمع بازار میفروشم تبادله میکنم فایده میکنه آخرین روز تو باشه گیل که تو رو پشت بوم ببینم بله یا خلاصه گوشا به گپ تو چرا به گپ ما نه چرا به گپ ما نه تحریم است که چرا به گپ ما نه بزنم یک چند تا بکس من سر تو یاد نداری چیپ شکسته آناله باشه ما با تو با خدا بد کردم لیلا بد کردم تو یاد نداری بد زدانه کردم لیلا دیگه به پشت بوم گفتم بالا نشی و اگه بزنی میمورم گوسفند کفترا با تو میمونه تمام مردم دست تو به عذابه کاش. تو خورتککی نی نه یکم منیوم پالو سرا مامادین اومد بالا میشی با پشت بوم تا سرا از معلوم میشه ما خواستین پشت سرا شما بزی بغل سرا شما کاکا ما با بالا افتاده که تو همسایه ما شدی چشم سر کلی رو تو سکو از اون روزی که من تو رو یاد میدم همین دل لباسای ای کی پس آورده کی پس آورده برام گیلک من از این کارا نمیترسم باور بکن که تو رو به تا همینجور لغت میکنم خلاصه به تو بگم سرقی رختو مرا خراب میکنی خود خدا اوکی با خدا کی اگه بیفریشم نمیفروشی بگه پرباب سای نکردم ای گیلک گوش کش باور بکن ما مجبور نکن که همه گیر بیای ما تا قال به تا گونی کنیم خود ما ببریم اینا رو بفروشیم بله یا خود پینک لشته خود خب باز بعد که من بیام خود تو گپ بزنم نون نداری که بخوری کارا دو سایکو